قهرمان و سایه، حسن، جنگجویی با قلبی از طلا به دنبال عدالت بود. چشمانش مانند آسمان شب اسرار بیشماری را در خود پنهان می‌کرد. آموشادو تجسم تاریکی با چهره‌ای مبهم و حاله‌ای از رمز و راز احاطه شده بود. نیروهای متضاد مقصدشان در میدانی از برف به هم گر خورد. دشتی از سپیدی برف، سفید و بی‌انتها همه جا را پوشانده بود. سکوت مطلق تنها با صدای زمزمه باد شکسته می‌شد. هوای سرد نفسها را به دود تبدیل می‌کرد. منظره‌ای خیره کننده اما مرگبار. صحنه نبرد دو نیروی قدرتمند. روی در روی رد پاهایی در برف به سمت یکدیگر. هر قدم محکم و مصمم. چشمها به افق دوخته شده بود. دیداری اجتناب ناپذیر. حسن و آموشادو مقابل هم ایستادند. نگاهشان پر از برق، نفرت و آتش پیروزی. رقص نور با صدای شبیه به غرش شیر، شمشیرهای نوری از غلاف بیرون آمدند. نوری آبی در مقابل قرمزی خونین. جنگی از نور و سایه. حرکات سریع و مهارت باور نکردنی. هر ضربه رعدی در سکوت برفی. نبرد شدیدتر شد. هر دو جنگجو با مهارتی فوق العاده از خود دفاع می‌کردند. صدای برخورد شمشیرها در هوا پیچیده بود. ارخ با سرمای هوا ترکیبی مرگبار ساخته بود. تنها یک اشتباه می‌توانست به قیمت جانشان تمام شود. در یک لحظه آموشادو اشتباه کرد. حسن از فرصت استفاده کرد و ضربه‌ای کاری به سوی او روانه کرد. صدای گوشخراش سکوت را شکست. حسن نفس زنان بالای سر آموشادو ایستاد. پیروزی از آن او بود، اما به چه قیمتی؟ چشمانش به چهره بیجان دشمنش افتاد. احساس پیروزی با رگه‌هایی از غم و تردید در هم آمیخته بود. مهارت حسن در استفاده از شمشیر نوری انکارناپذیر بود. اما این تنها عامل پیروزی او نبود. تمرکز، صبر و ایمان حسن به خودش او را در این نبرد سخت به پیروزی رساند. حسن با خود فکر کرد که آیا این پایان جنگ است؟ آیا سایه آموشادو برای همیشه محو شده است؟ با این افکار حسن به سمت افق سفید حرکت کرد. راه او هنوز ادامه داشت.